يا رسول الله وقدوتنا. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سوال 18 چنین بود: پیامبرمان صلی الله علیه و سلم پیش از ظهور اسلام در کجا گوشه نشینی کرده الله را عبادت می کردند؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیش از بعثت پیامبری در غار حرا گوشه نشینی کرده الله سبحانه و تعالی را عبادت می کردند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مکه بجز تاریکی جهالت چیزی نمی دیدند. به کعبه می رفتند، به جای خداپرستی بتپرستی را می دیدند. کعبه را ترک کرده از بین مردم می رفتند. در آن زمان از مشاهده های خود دلگیر می شدند، از افکار و عادت های پلید قوم خود اندوهگین گشته از وضع بیسامانی ظالمان و فقیران رنج می کشیدند. از پست بودن وضع و حقوق زنان در پایان ترین موقع های اجتماعی، پهنشوی قمار و شراب، آدمکشی و جنایت ها سخت متأثر می شدند. این همه عمل ها پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را اندوهگین می کرد و به همین سبب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در غار حرا گوشه نشینی را اختیار کرده موافق دین ابراهیم علیه السلام پروردگار خود را عبادت می کردند. و 3 سال آخری پیش از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ماه رمضان را در غار حرا گوشه نشینی کرده و روز 1 ماه نو به مکه آمده در گرد خانه کعبه طواف کرده و به خانه خود باز می گشتند. عمک پیامبر صلی الله علیه و سلم ابو طالب می گوید محمد صلی الله علیه و سلم با خلق و رفتار خوبش از همسالانش فرق می کرد و همه وقت خویشاوندان خود را و کمبغالان را یاری می داد. الله سبحانه و تعالی پیامبر خود محمد صلی الله علیه و سلم را از پلیدی های آن زمانه ایمن نگاه داشته بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ وقت بت را عبادت نکرده بود و مالی که برای بت‌ها ذبح می شد از گوشت آن استعمال نکرده بود. و آن عبادت‌ها و عادت‌هایی که مشرکان عرب داشتند آنها را پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ وقت انجام نداده بود. این بود معلومات مختصر درباره گوشه نشینی پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از بعثت پیامبری. برادران ایمانیم، این یک درس عبرت است برای ما. اگر در آن جامعه‌ای که ما زندگی داریم در آنجا فسادی بی سر و سامانی پهن گردد، ما باید از این عملها دوری جوییم و دوستان خود را، هموطنان خود را، یار و برادران خود را به راه راست، به راه حق، به راه صراط المستقیم دعوت نماییم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا يا رسول الله، رجل قد جمع الحسن.